یک بام و دو هوا. مقامات حفظ حقوق که دلیل تیرپرانی شام 17 نوامبر در شهر لیوکند سابق سربند را رد کرده گفته بودند خبر تیرپرانی اساس واقعی ندارد. اکنون بر رسانه‌ها عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت امروز تصدیق کرده است که جانب‌ها از تیر پنوماتیکی استفاده کردند. با گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی تفتیشات اولیه نشان داده است که دو طرف برای داشتن سلاح پنوماتیکی حجت هم داشتند، اما زد و خورد آنها غیر قانونی بوده است. قبلا مقامات ولایت ختلان گفته بودند که معلومات درباره همه حادثه های فوق‌العاده در ولایت محض به آنها میرسد، اما عاید به تیرپرانی در لیوکند یگان اطلاعات یا معلومات نرسیده است. گفته میشد بعد از رسیدن چنین معلومات گروه فوری تفتیشاتی کارمندان میلیسیا بی تأخیر به جای حادثه سفربر می شوند، لیکن آن شام از یگان تیرپرانی خبر نشده است و یگان گروه زودعمل به لیوکند نرفته است. اما صبح امروز یک افسر مستعفی با شرط افشا نشدن نامش به پیام گفته بود که به جای حادثه نرفتن گروه فوری تفتیشاتی نه به آن خاطر است که با آنها در این باره معلومات نرسیده است، بلکه در بین بنده های در عائله رئیس جمهور ریشه داشته اگر نزاع خیزد یگان مقامات به آنجا نزدیکی نمی کند و تمام این گونه جنایت ها پوشیده می مانند. یادآور می شویم که قبلا رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود خبر داده بود که شب 17 نوامبر در نزد منزل ایلهام شربتوویچ خاتموف معروف به ایلهام کماندیر و یا خود ایلهامی باتورآبادی، یک فرمانده سابق فرانت خلقی و مالک شرکت پخته تعمیر ENB تیرپرانی به عمل آمده یک نفر زخمی شده است. در این زدخوردی با استفاده سلاح آدمان ایلهام کماندیر با آدمان عائله صاحب‌ها به اصطلاح رزبار کردند. طبق معلومات بحث بر سر پول قرض و زمین بوده است. بنا به معلومات داده سامانه اخبار، ایلهام خاتموف معروف به ایلهام کماندیر و ایلهام باتورآبادی در سالهای جنگ شهروندی فرمانده فرانت خلقی یکی از طرفهای این جنگ بوده است. بعداً او به تجارت رو آورده شرکت تعمیر ENB را تأسیس داده است و به خرید و فروش پخته مشغول شده است و وقتهای آخر باشد به ساختمان خانه ها نیز مشغول بوده است. سامانه اخبار یک تاریخچه را یادآور شده است که در آن گفته می شود شرکت تعمیر ENB زمان ورد زبانها شد که در جریان تحقیق قضیه آب و لای شدن 800 میلیون دلار پول کمک به خواجگی های پختکار که سبب یک جنجال بزرگ بین حکومت تاجیکستان و صندوق بین المللی پول شد، این شرکت در قطار شرکت های دزد پول کمک به خواجگی های پختکار ذکر می شد. در گزارش نهایی شرکت بین المللی اودیتوری ارنست اند یانگ که با درخواست صندوق بین المللی پول آن قضیه را تحقیق کرد گفته می شد که نمایندگان تعمیر ENB تلاش کردند تا به اودیتوری این شرکت بین المللی زبان بیابند و از وی خواستند که وروچت کرده آنها را از این وضعیت برآورد. با این وجود بعد انجام آن اودیت در سال 2010 رئیس جمهور امامعلی رحمان با امضای یک قرار حکومت پرداخت 7,412,180 سامانی قرض تعمیر ENB از انداز را تا 1 ژانویه سال 2013 به تأخیر انداخته بود. اکنون خانواده صاحب وفا. این خانواده از خانواده های پرنفوذ در ولایت ختلان و بیرون از آن به شمار می رود. دو عضو این خانواده محمد ظاهر صاحبوف یعنی ظاهر و برادرزاده او شمس‌الله صاحبوف با دختران امامعلی رحمان فیروزه و رخشانه رحمانوها ازدواج کردند. این خانواده تجارت‌های بزرگ در شهر دوشنبه، ولایت ختلان و دیگر منطقه‌های تاجیکستان را مونوپول کردند. بازار حاجی شریف
بزرگترین بازار ولایت ختلان نیز به نام شریف صاحبوف سردار این خانواده بوده به صاحبوف تعلق دارد. بعید است که این دو گروه متشکل جنایی به جوابگری کشیده شوند، چون اینها شاخ و دم دارند و در شاخ و دم اینها نوشته شده است ما برای به قدرت رسیدن رئیس جمهور امام علی رحمان خون ریخته ایم.